دوستان عزیز، برادران گرامی، خواهران، برادران، پدران، مادران، عروسان، دامادها، ازدواج یک عبادت است. ازدواج یک عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که النکاح من سنتی، نکاح از جمله سنت های من است. یعنی کسی که ازدواج میکنه در حقیقت داره یک عبادتی رو اجرا میکنه، مانند حج، مانند روزه، مانند زکات، مانند صدقه دادن، یک عبادت است. و الله سبحانه و تعالی عبادتی که در او حرام باشه، در او گناه باشه، در او معصیت باشه قبول نمیکنه. مثل این میمانه که یک نفری جای نمازش رو بره از پول سود بانک بخره، بعد بندازه روی اون نماز بخونه. لباسش رو از سود بانک بخره، بعد با اون لباس نماز بخونه. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یک انسان ژولیده مو، حالش خراب، حال زار میگرید و درگاه الله دعا میکنه بار الها به من کمک کن، به من این بده، به من اون بده. ولکن غذایی که میخوره حرام، لباسی که میپوشه حرام، مسکنی که در اونجا زندگی میکنه حرام. فانا یستجاب له، چطور برای او الله سبحانه و تعالی دعایشو مستجاب بکنه؟ چطور دعایشو قبول بکنه؟ شمایی که میخواهید زندگی بکنید، با یک دختری ازدواج بکنید، بعد پول این ازدواج از ربا باشه، از پول سودی که از بانک میگیرید، آیا شما در این زندگی خوشبخت میشید؟ یقین 100% داشته باشید که خوشبخت نمیشید. آیا فرزندانی که از این ازدواج به دنیا میان فرزندان صالح میباشن؟ یقین 100% داشته باشید که اینا فرزندان صالح به بار نمیان، چون این پولی که بر اساس اون این زندگی بنا شده، این پول حرام بوده. پس این زندگی سراسر درست است، نکاحش درست است، زندگیش در نظر مردم درست است، اما اون فیض و اون برکت و اون رحمتی که الله سبحانه و تعالی در زندگی برای انسان مؤمن و مسلمان وعده کرده در این زندگی نخواهد. به خاطر میبینیم که همیشه جنجال، مشکلات، سختی ها. در بعضی جوامع میگن نسبت طلاق خیلی بالا رفته. مردم میان همه جوانب رو بررسی میکنن. خب جوانب اجتماعی هست، جوانب اخلاقی هست، جوانب مختلفی روانشناسی وجود داره، اما کمتر کسانی به جوانب اعتقادی توجه میکنن. و این اصل مسئله در اینجاست. زندگی که بر اساس حرام به پا شده باشه، اون زندگی دوام پیدا نمیکنه، و اگر دوام پیدا بکنه یک زندگی عبوس و قمتریر خواهد بود، یک زندگی که تنگ و تیره و تار هست اون زندگی. اما اینکه یک مسلمان پول داره، در بانک پول داره، در خانه پول داره، همسایه‌اش میخواد زن بگیره برای بچهش و این خبر داره که اون مجبوره بره از بانک مثلا قرض سود بگیره، وظیفهش چی است؟ وظیفهش این است که بره نصیحتشون بکنه، امر به معروف و نهی از منکر. این اصل است در دین، این یکی از فرائض دین است. بره امر به معروفشون بکنه، اونها رو نصیحت بکنه، و اگر استطاعت و قدرت این رو داره انسان به اونها کمک بکنه، بلا عوض کمک بکنید. یعنی شما تصور بکنید اگر 100 نفر هر کدام 1000 سامانی، برادرمون چون تاجیک هست من پول تاجیکستان میگم، 1000 سامانی بریزن میشه 100,000. 100,000 رو یک نفر نمیتوانه بده، اما 100 نفر از یک خانواده، هر خانواده 1000 سامانی اگر بدهند، 1000 سامانی کمک کردن به کسی، یعنی برای یک خانواده متوسط در تاجیکستان امر مشکلی نیست، میتواند این کار رو بکند. 100 نفر هر کدام 1000 سامانی، 500 سامانی کمک بکنن، خرج ازدواج یک جوان در میاد. و تعاونوا علی البر و التقوی، شما در امور بر، در اموری که در او تقوا و پرهیزگاری است کمک بکنید. و امر ازدواج یکی از امور تقوا و پرهیزگاری است، انسان باید در او کمک بکنه. اما نه، مثلا در حد کمک نمیتونید، میتونید قرض بدید. الله سبحانه و تعالی می ستاید بندگانی رو که در راه الله سبحانه و تعالی به مردم قرض میدن، به اونها کمک میکنن و مشکلات مردم رو حل میکنن. در آیات متعددی در قرآن کریم آمده. در سوره بقره آیه 245 الله سبحانه و تعالی میفرماید که
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. کیست که به الله سبحانه و تعالی قرض میدهد؟ شاید بعضی بگین الله مگر از ما قرض میخواهد؟ در آیات متعددی در قرآن کریم دوستان اگر اینجا نشان بدن، در سوره حدید است، در سوره حدید آیه 18 هست، در سوره تغابن است آیه 17 هست. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که کیست که به الله سبحانه و تعالی قرض میدهد؟ یا الله، تو که به قرض نیاز نداری، تو که به کمک نیاز نداری. شرح این آیت در یک حدیث دیگری است که میگن در روز قیامت بنده رو میارن در پیشگاه پروردگار. الله متعال میگه که من اون روز گرسنه بودم، از تو غذا خواستم، تو به من غذا ندادی. سرشو میندازه پایین میگه یا رب، تو همه بندگان رو روزی میدی، من چطور به تو غذا میدادم؟ گفت فلان روز، فلان تاریخ، فلان ساعت، فلان بنده من آمد گرسنه بود، از تو طلب غذا کرد، تو بهش ندادی. اگر تو اون روز به او غذا میدادی، امروز نتیجه و پاداش او را در نزد من میافتی. میگه که خب یک روز من تشنه بودم، از تو آب خواستم، تو چرا به من آب ندادی؟ یا رب، تو که مبرا هستی، تو پاک هستی از گرسنگی و از تشنگی، چطور من به تو آب میدادم؟ میگه فلان بنده من که تشنه بود آمد از تو آب طلب کرد، تو به او ندادی. اگر به او آب میدادی، امروز در نزد من پاداش و اجر آن را میافتی. اینجا هم الله سبحانه و تعالی میگه که کیست که به الله قرض بدهد، منظور این است که کیست که در راه الله سبحانه و تعالی پول خود را خرج بکند. کیست که در راه الله سبحانه و تعالی به بندگان الله متعال کمک بکند. یک انسان مسلمان صفتش باید این باشه که وقتی به کسی کمک میکنی، این باید فی سبیل الله باشد، به خاطر رضایت الله باشد. بعضی انسان ها هستن پول کمک میکنن، از بس منت میکنن، از بس خودنمایی میکنن، از بس ریا میکنن، اجر و پاداش آن از بین میرود. در حالی که انسان مومن که به الله متعال اعتقاد دارد، ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، این کمک هایتان را، صدقاتتان را با اذیت کردن، با منت کردن ضایع نکنید. این انسان ها چی است؟ ما بهش میگیم خسارت دنیا و الاخره. پولش هم میره، در دنیا هم کسی بهش اهمیت قائل نمیشه، در روز قیامت هم هیچ پاداشی نداره. چون در روز قیامت که آوردن میگه که یا الله، من در راه تو کمک کردم به احمد. الله متعال میگه دروغ میگی، تو به خاطر این به احمد کمک کردی که مردم به تو بگن که والله چقدر آدم خیری است، برو الان پاداش تو از احمد بگیر، پیش من هیچی نداری، چون به خاطر الله نکردی. در اینجا الله متعال میفرماید که کیست که به الله قرض بدهد و قرض نیکو تا آن را برای او چندین برابر کند. یعنی تو به الله متعال 100 دلار مثلا 100 روپیه 100 سامانی قرض بده، یعنی در راه الله متعال، الله سبحانه و تعالی او رو 10 برابر به تو میده. در حدیث دیگری میگه تا 700 برابر. 100 دلار بده، 1000 دلار بگیر. 100 دلار بده، 7000 بگیر، 70000 بگیر. الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ از 10 به بالا تا 700 برابر به تو برمیگردانه، یا در دنیا یا در آخرت. یعنی تجربه بکنید در دنیا به خاطر الله. طوری صدقه‌ای که در حدیث میگه که طوری صدقه میدادن صحابه که دست راست میداد دست چپ خبر نمیشد. دست راست صدقه میداد دست چپ خبر نمیشد. من کسانی رو دیدم که دستش تو جیبش میکرد، نگاه نمیکرد که چقدر برداشته، میداد به محتاج. این گونه در راه الله متعال خرج بکن. اگر در همان سال خداوند 10 برابر تا 700 برابر به تو نداد، بعد هر چی میخواستی بگو. این وعده الهی است، وعده الله سبحانه و تعالی است. بعد الله متعال چی میگه؟ که خداوند الله متعال است که روزی بندگان را تنگ و گشاد میسازد.
روزی بندگان را کم میکنه و زیاد میکنه و فراخ میکنه و به سوی او بازگردانده میشوید. پس کمک کردن، قرض دادن به یک برادر مسلمانی که محتاج هست، نیاز داره، این یک وظیفه است. این یک وظیفه یک انسان مؤمن است. یک روزی داستانی رو خدمت شما بیان بکنم. به خاطر همین مسائل دعوت و اینها در کشوری شیعیان شکایت کرده بودن حکومت ایران. خب مدت کوتاهی من زندان رفتم. طبیعتا انسان که زندان میره میدونید که در اونجا مشکلات، یعنی تجارتت، کارت، زندگیت، همه چیزت معطل میشه. از اونجا خارج شدم. 2 روز بعد یکی از دوستانی که الله سبحانه و تعالی در هر جایی هست حفظش بکنه، یعنی شاید 7-8 سال هست ازش خبری ندارم، انسان عالم، انسان مجاهد، انسان متقی و پرهیزکاری بود. یه روز نماز صبح در حرم بودم، در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بهم زنگ زد، گفت کجایی؟ گفتم فلان جا. گفت که بیا در فلان در. رفتم در اونجا. خب نشستیم. خب اومدم خبرتو بگیرم، الحمدلله آزاد شدی فلان، این مدرسه یوسف علیه السلام است، کمی دلداری و از این مسائل. بعد 10,000 ریال، یعنی معادل 3,000 دلار تقریبا پول در آورد. گفت من میدونم کسی که از زندان آزاد بشه مشکلات می داشته باشه فلان. گفتم با نه، من نیاز ندارم به این احساس رو میخوام برای شما منتقل بکنم. من نه به اون زنگ زده بودم، نه ازش پول خواسته بودم و نه نیازی داشتم که یعنی در اون موقع من اشد ضرورت داشته باشم به پول. این احساس یک مسلمان که این پول رو از خونه خودش برداره، مسافت 400-500 در مکه زندگی میکرد، من اون موقع در مدینه زندگی میکردم، 400-500 کیلومتر راه بیاد، خبرتو بگیره، بعد بگه که شاید نیاز داشته باشی. انسان بعد از این که از زندان آزاد میشه شاید دچار مشکلات سختی بشه. این احساس رو باید تک تک مسلمان ها داشته باشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مثال مؤمن برای مؤمن دیگر مانند یک بنیان است، مانند یک ساختمان. یشد بعضها بعض، یعنی همدیگر رو اینطوری میگیره. شما که خونه درست میکنید، خشتا رو ببینید به این شکلی میگذارن. به خاطر چی میگذارن؟ چون این دیوار بگیره اینطوری. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستانشون رو اینطوری کردن، یشد بعض البعض، نمایش دادن، نشان دادن به صحابه که این گونه باید باشن، از حال هم دیگه بپرسن، مشکلات هم دیگه رو حل بکنن. و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو چه زیبا تشویق میکنه. میفرمایند که المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلمه، به او ظلم نمی کند. ولا یسلمه، او را به دشمن تسلیم نمی کند. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، کسی که در پی حل مشکلات برادر مسلمانش باشد، الله متعال در پی حل مشکلات او خواهد بود. الله اکبر. تو برای یک انسان میایی به خاطر حل مشکلاتش زحمت میکشی، الله متعال مشکلات تو رو حل میکنه. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه، کسی که گره از مشکل یک برادر مسلمانش در دنیا بگشاید، مشکل او را حل کند، به او کمک بکند، الله سبحانه و تعالی گره از مشکلات او در روز قیامت میگشاید. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد میخوره و نه فرزند. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که دوست از دوست فرار میکنه، پدر و مادر از انسان فرار میکنن، همسر از انسان فرار میکنه. در اون روز همون نیکی که کردی، همون گرهی که از مشکلات برادر مسلمانت باز کردی، در اون روز به درد تو میخوره و الله سبحانه و تعالی گره از مشکلات تو میگشاید. امروز بعضی از مسلمان‌ها نه تنها گره از مشکلات برادر مسلمانشان نمیگشایند، بلکه روی گره‌های او گره‌های دیگری میزنند، بر مشکلات او میافزایند، برای دردسر ایجاد میکنند.
و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این حدیث رو حفظ کنید، در زندگیتون تطبیق بکنید. کسی که برادر مسلمانش رو ستر میکنه، ستر کردن یعنی چی؟ دید که مثلا مرتکب زنا شده، نمیره در مسجد، در سر کوچه، در قهوه خانه همه جا مردم ببینید فلانی زنا کرده، میره به اون با نصیحت، با لطف خوب نصیحتش میکنه، برادر مسلمانم، دوستم، رفیقم، این کار زشت است، اینو انجام نده، نصیحتش بکنه. دید که مثلا مرتکب دزدی شده، نه اینکه بره همه جا خبر بکنه مردم رو که فلانی مثلا دزدی کرده، برو نصیحتش بکن. لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الحمر النعم. رسول الله صلی الله علیه و سلم: ای علی، اگر که الله متعال به دست تو یک انسانی رو هدایت بکنه، برای تو از گله شتران سرخمو بهتر است. شتران سرخمو الان یکیش $1,000,000 فروخته میشه، $2,000,000 فروخته میشه در کشورهای خلیج عربی. یک عیبی در برادر مسلمانت است، نگو به کسی، آبروشو نبر. امروز نقل مجالس مردم چی است؟ والا زن فلانی اینطوری است، دختر فلانی اینطوری است، پسر فلانی اینطوری است، فلانی این. بعضیا با صیغه خیلی دلسوزانه میگن من که غیبت نکردم، من واقعیت رو گفتم. تو که واقعیت رو گفتی، حد که حرمت کردی، غیبت کردی، ستر برادر مسلمانت را دریدی. اگر تو دروغ بگی که بهتان هست، جرم بدتر از گناه هست. کسی که عیب‌ها و گناه‌های برادر مسلمانش را در دنیا ستر می‌کند، یعنی می‌پوشاند، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت عیب‌ها و گناهان او را می‌پوشاند و در دنیا عیب و گناهان او را می‌پوشاند. هر کدام ما در خلوت با خودمون که بشینیم، عیب‌هایی داریم که اگر همسرمون بفهمه، فرزندانمون بفهمن، همسایه هامون بفهمن، اهل محل بفهمن، اهل مسجد بفهمن، باور کنید از خجالت نمیتونیم سرمون رو بلند بکنیم. کیست که عیب نداره؟ اما الله متعال پنهان کرده. پس تو هم باید عیب برادر مسلمانت را پنهان بکنی. این حدیث رو اگر ما سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم، باور کنید مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تربیتی، مشکلات خانوادگی، مشکلات با قوم و خویش و اقربایمون، همه مشکلات زندگیمون حل میشه. چرا در اسلام قرض الحسنه هست؟ چرا در اسلام زکات هست؟ چرا در اسلام صدقه است؟ به خاطر همین که تویی که داری نباید از سیری بری معدتو ببری، بری رژیم بگیری و اون همسایت از گرسنگی بمیره. این سوال برادر عزیزمون که امیدواریم پاسخشون رو گرفته باشن.